سلام رفقای پرنده دوست. تا حالا براتون سوال شد که چطور میشه کلسیم طبیعی برای پرنده ها تهیه کنیم بدون هیچ خرج اضافه و با چیزایی که توی خونه داریم؟ آفرین، درست حدس زدید، پوسته تخم مرغ. دقیقاً همین چیزی که خیلی‌ها بدون توجه دور میریزن و میتونه تبدیل به یک منبع عالی از کلسیم بشه برای پرنده هاتون. حالا بریم ببینیم که چطوری اینو آماده کنیم برای پرنده ها. مرحله اول اینه که پوسته های تخم مرغ رو کامل بشورین. بهتره با آب گرم و بدون هیچ ماده شوینده این کار رو انجام بدید، فقط برای اینکه باقی مونده تخم مرغ سفیده یا زرده از روش پاک بشه و تمیز بشه. مرحله بعد اینه که بذاریمشون توی قابلمه پر از آب و حدود نیم ساعت بجوشه. یعنی وقتی که آب جوش اومد دوباره بذاریم نیم ساعت همینطوری غل بخوره و بجوشه. این کار برای از بین بردن باکتری ها و میکروب هایی که ممکنه روی پوسته تخم مرغ وجود داشته باشه و هم این که کمک میکنه پوسته های تخم مرغ بعداً راحت تر خوش بشن. وقتی که کامل جوشید اونا رو آبکش میکنیم و بذارین کمی آبشون بره. حالا برای خشک کردنشون باید چی کار بکنیم؟ میتونید از فر یا هواپز استفاده بکنید. میتونید بذاریمشون توی سینی و بذارین داخل فر یا هواپز. دمای حدود 100 درجه سانتیگراد خوبه و میذاریم هولوش نیم ساعت تا 45 دقیقه کامل خشک بشه. وقتی که کامل خشک شد حالت ترد و شکننده میگیره. حالا ما پوستای تخم مرغ رو خشک کردیم و الان زمان خورد کردنشه یا پودر کردنشه. میتونید با دست خوردشون بکنید چون خیلی شکننده میشه. اگه دستتون اذیت میشه میتونید از هاون یا آسیاب برقی استفاده بکنید که خیلی راحت خورد میشه. فقط حواستون باشه که نذارین زیادی ریز بشه. یه چرخی زد آسیاب بردارید، یعنی دونه های پوسته های تخم مرغ خیلی خورد و ریز نشه که پرنده راحت بتونه اونها رو با نوکش بگیره و بخوره. حالا یه نکته مهم، اگه یه ذره شن مخصوص پرنده هم داری قاطیش بکن که خیلی عالیه، هم به هضمش کمک میکنه و همین که جذب اون پوستای تخم مرغ کامل تر میشه. حالا این مخلوط خوشمزه رو میریزین داخل یه ظرف کوچیک و میذاریم کنار قفس تا همیشه در اختیار پرنده هاتون باشه. باورتون نمیشه پرندت چقدر با لذت اونا رو میخوره. این یه روش طبیعی و به صرفه و کاملا بی خطره برای تأمین کلسیم پرنده هاتون، به خصوص پرنده هایی که تو دوره تخم گذاری ان یا جوجه دارن. اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بود لطفاً لایک رو بزن، دکمه سابسکرایب رو هم بزن که دیگه هیچ ویدیویی رو از دست ندی. نظرتو هم پایین برام بنویس. مثلا تو چطوری به پرنده هات کلسیم میرسونی؟ یادت باشه کلسیم یعنی سلامت استخوان‌ها، پرهای زیبای پرنده و تخم‌گذاری موفق. با این ترفند ساده خیالت راحت میشه که پرنده‌ات یه رژیم غذایی سالم و کامل داره. ممنون که تا آخر با من بودی. لونه هاتون پر جوجه. تا ویدئوی بعدی مراقب خودت و پرنده هات باش. خدا نگهدار.